دو نوع آدم همیشه وجود داره. یکی اونایی که اتصال VPN و اتصالشون به اینترنت بین المللی دائمی هست و بدون مشکل استفاده میکنن، و دومین دسته افرادی که همیشه دنبال پیدا کردن یک سرور و IP تمیز هستن. درود دوستان عزیز، اینجا کانال تک ترفنده و امروز قصد داریم شما رو با یکی از روش‌های تانل زدن بین دو سرور ایران و خارج که به اسم تانل ریورس معروف هست آشنا کنیم و آموزشش رو با هم دیگه جلو ببریم. مشکلی که ما داریم فعلا از بعد از خیزش سال 1401 و فیلتر شدن خیلی از سرویس های اینترنتی مثل اینستاگرام و مواردی دیگه، حالا مثل واتساپ و پلی استور گوگل که حالا این دو مورد رفع فیلتر شدن، ولی خب موارد دیگه، حالا استفاده از یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و حالا مواردی که دسترسیشون توی اینترنت به صورت عادی بسته هست، ما باید از یک شبکه خصوصی به اسم VPN استفاده کنیم. VPN صرفاً یک فیلتر شکن حساب نمیشه، یک شبکه خصوصی هست. همونطور که مشاهده میکنید شبکه‌های داخلی ما هم میتونن یک VPN باشه برایشون. مثلا این شبکه داخلی اترنت، اینجا این شبکه داخلی ما خب به تبع یک VPN هست که حالا مثلا این گزینه ثبت احوال هست، این گزینه حالا شهرداری هست، این گزینه نیرو انتظامی هست، پلیس به اضافه 10 هست و حالا بانک ها هست و حالا غیره. همونطور که مشاهده میکنید این موارد، حالا اتصالی که این به این سرور داره یا این یکی به سرور خودش داره یا این یکی یک اتصال بدون اینترنت هست. شبکه اینترنت ما اینجا هست و یک ارتباط جهانی بین مثلا شبکه بانک کشور و شبکه پلیس به اضافه 10 نیست. اینها از طریق مثلا ثبت احوال که هر جفتشون به هم دیگه وصل هستن میان و مواردی که حالا مورد نیاز برای احراز هویت و موارد مشابه کاربران خودشون و ارباب رجوع‌های خودشون نیاز دارن رو ازشون استفاده میکنن، ولی در حالت کلی اونا برای خودشون تحت یک شبکه خصوصی به اسم VPN کامپیوترهاشون به هم متصل هست و حالا وقتی که شما مثلا به بانک مراجعه میکنید یا حالا به پلیس به اضافه 10 مراجعه میکنید، میگن شبکه‌مون قطعه و سیستم حالا قطع هست، کاری به اینترنت نداره یا حالا شبکه های دیگه نداره، شبکه خود اون مجموعه قطع شده. خب حالا فرض کنیم شما یک مشترک هستین و میخواین از طریق گوشی تلفن همراهتون یا لپتاپتون، کامپیوترتون یا هر دستگاه دیگه ای به شبکه اینترنت متصل بشید و حالا سایت هایی مثل اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و موارد مشابه رو که در حالت عادی استفادهش برای عموم به صورت فیلتر هست ازش استفاده کنید. خب چه اتفاقی میفته اینجا به نظرتون؟ ببینید شما یک مشترک هستید که خب میخواین به اینترنت جهانی متصل بشید. به صورت عادی این امکان برای شما وجود نداره. باید بیاین و از طریق یک ISP یا همون اینترنت سرویس پرووایدرها که ارائه دهنده خدمات اینترنتی هستند و به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند استفاده کنید و حالا داده هاتون رو رد و بدل کنید. به طور مثال شما میخواید به سرویس اینستاگرام متصل بشید، شما که مشترک هستید به ISP مورد نظر خودتون که باش متصل هستید درخواست میدید که ISP بیا من رو به شبکه اینترنت وصل کن و از اونجا من رو به حالا مثلا سایت اینستاگرام که این هست متصل کن. اگر که ISP شما مورد یا مشکلی با این قضیه نداشته باشه، شما رو متصل میکنه به اون سرور و امکان رد و بدل کردن ارتباط رو به شما خواهد داد. در صورتی که حالا
شما یک سرویسی رو انتخاب کردید که به صورت فیلتر هست، یعنی این ISP میاد به شما میگه میخوای متصل بشی، موردی نداره، فقط این توی لیست مسدودی های من قرار داره و به صورت عادی نمیتونی از اینجا متصل بشی به اینستاگرام. شما باید اینجا کاری که میکنید بیاید و به یک سرور خارجی متصل بشید که با اینستاگرام و شبکه اینترنت بین المللی که این مورد هست و حالا از طریق این لینکی که داره به اینترنت جهانی متصل هست موردی با این قضیه نداشته باشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما میخواین وصل بشین به شبکه همراه اول، وصل بشین به شبکه به طور مثال VPN خودتون در کشور آلمان یا هلند یا فنلاند یا ترکیه، امارات، هر جایی که میدونید اون سرویسی که میخواین رو توی اون کشور مسدود نکردن و فیلتر نیست. خیلی جاهای دیگه یک شبکه هایی که حالا توی ایران فیلتر هست و مسدود هست، اونجاها هم همین اتفاق افتاده و شما اگر سرور از اونجا تهیه کنید باز هم هیچ تفاوتی براتون نکرده و یک هزینه اضافی متحمل شد. خب حالا ما میگیم که سرور خارج بیا بی زحمت ما رو از طریق اون راه ارتباطی که زدیم به سرورمون و حالا SSH زدیم، با پروتکل V2 وصل شدیم، با OpenVPN وصل شدیم، با هر چیزی که هست، میگیم که سرور خارج بیا ما رو بی زحمت وصل کن به این شبکه بین المللی و مثلا این سایتی که حالا اینستاگرام هست رو به ما نمایش بده. خب یک سری ISP ها هستن که با این روش اتصال مشکلی نداره و شما میتونید از این روش حالا بدون مشکل استفاده بکنید. توی بعضی از ISP ها مثل همراه اول این مورد متاسفانه یک مشکلی هست و به شما امکان استفاده از روش اتصال مستقیم به سرور خارجتون رو نمیده. اگر شما بیاین به سرور خارج در شبکه همراه اول بخواید متصل بشید، همراه اول میگه باشه مشکلی نداره، ولی اینجا توی لیست مسدودی های من قرار داره این نوع اتصال. پس شما اینجا چیکار میکنید؟ ما میایم اینجا از یک روش جایگزینی استفاده میکنیم به نام تانل زدن. تانل زدن به روش ریورس اینجوریه که حالا شما به صورت یک مشترک میاین و وقتی که اینترنتتون رو از همراه اول گرفتین، شما این ISP رو همراه اول فرض کنید و وقتی که شما میاین حالا یک درخواستی میفرستید به سرور خارجتون، خب گفتم بهتون این مورد مسدود میشه و امکان استفاده ازش نیست. اگر که ایرانسل باشید یا رایتل باشید خب مستقیم وصل میشین به سرور خارج، سرور خارج هم شما رو وصل میکنه به اینترنت جهانی. ولی مواردی که حالا توی اینترنت های همراه اول به وجود میاد اینجوریه که شما باید به یک سروری وصل بشید که حالا غیر از همراه اول باشه و این مشکل اتصال مستقیمی که اینجا همراه اول جلوش رو میبنده نداشته باشه. ما میایم به طور مثال اینها سرورها دیتا سنترهای مختلفی هستن که حالا به شبکه اینترنت بین المللی بعضیاشون برای خودشون متصل هستن و بعضیاشون از سرویس های دیگه استفاده میکنن. خب اینترنت اصلی کشور توسط شرکت زیرساخت ارائه میشه. شرکت زیرساخت میاد به خدمات دهنده های اینترنتی زیر مجموعه خودش به طور مثال مخابرات، همراه اول، ایرانسل، رایتل، آسیاتک، شاتل، پیشگامان و موارد دیگه اینترنت رو ارائه میده. به طور مثال شبکه حالا انتخابی ما مثلا شبکه شاتل هست، این مورد هست. از طریق همراه اولی که حالا گفتیم ISP ما اینجا همراه اول هست، میایم یک درخواست میفرستیم به شبکه شاتل، میگیم شبکه شاتل بی زحمت بیا ما رو وصل کن به این سرور خارج.
ما از طریق اینترنت همراه اول وصل میشیم به شبکه شاتل که شبکه شاتل با این سرور خارج مشکلی نداره و از طریق این سرور خارج وصل میشیم به دهکده جهانی. پس چی شد؟ یک بار دیگه حالا موارد رو سریع بهتون میگم. شما فکر کنید حالا این ISP ما همراه اول هست و حالا جاهایی که مشکل دارن، همراه اول مشکل داره با اتصال مستقیم. شما نمیتونید همینجوری مستقیم اتصال داشته باشین به سرور خارج توسط همراه اول. میان و یک اتصال میزنیم به این سرورهای ایران که حالا از دیتا سنترهای مختلف هستن، به هم دیگه متصل هستن از طریق شبکه اینترنت. خب شما که مشترک هستین میاین متصل میشین به این سرور. این سرور شما رو متصل میکنه به سرور خارجتون و سرور خارج هم اتصال داره به اینترنت بین الملل. من دو تا پنل رو به شما پیشنهاد میکنم استفاده کنید. یکی پنل علیرضا هست، یکی پنل سنایی، که خب ما اینجا قصد داریم روی یکی از سرورهامون پنل سنایی رو نصب کنیم، روی یکی از سرورهامون هم پنل علیرضا رو نصب میکنیم که متوجه بشید هیچ تفاوتی در استفاده از این دو پنل وجود نداره. ما اینجا تصمیم داریم روی سرور ایرانمون پنل علیرضا و روی سرور خارجمون هم پنل سنایی رو نصب کنیم. بریم سریع این کار رو انجام بدیم. من از نرم افزار ترمیوس برای SSH زدن به سرور هم استفاده میکنم. خب این ایران رو هم من بیارم. خب پسوردش رو باید تغییر بدم. خب نرم افزار پنل سنایی رو ما روی سرور خارجمون نصب میکنیم. پنل علیرضا هم روی سرور ایرانمون نصب میکنیم. پنل سنایی رو ما روی این آدرس داریم و پنل علیرضا رو روی این آدرس داریم. خب وارد من این موارد رو ببندم اضافی رو. وارد سرور ایرانمون میشیم و نام کاربری که به همون داده و رمز عبور. این موارد رو میتونید دوستان اگر خواستید تغییر بدید با زدن x-ui و حالا ریست یوزرنیم پسورد، ریست آدرس وب، موارد دیگر رو توی این منو تغییر بدید. توی پنل صنایع هم همین دستور رو میزنید xui و مواردی که داره رو انتخاب میکنید و عملیاتی که میخواین رو طبق شماره دستورها اجرا میکنید. خب وارد سرور خارجمون هم میشم. شما میتونید از طریق دامنتون هم وارد بشید. من به طور مثال من اگر که حالا این موارد رو من ببندم، اگر که من این آدرس رو برای سرور خارجم اینجا جایگزین کنم، میبینید که همین پنل بالا میاد برای من پسورد و برای سرور ایران هم همینطور میتونید از طریق
دامنه این کار رو انجام بدید. خب توی سرور ایران کارهایی که باید انجام بدیم دوستان این باند هست، یا حالا اگر زبان پنلتون رو فارسی گذاشتید قسمت ورودی ها. حالا ما به همین روش انگلیسی ادامه میدیم. یک این باند جدید ایجاد میکنیم، ریمارک رو، که یک اسم صرفا نمایشی هست برای اینکه بهتر بدونیم هر کانفیگ برای چه کاری هست. اسمش رو پورتال میذارم من. یک کانفیگ ویلس ساده بدون هیچ تغییرات دیگه من این کانفیگ رو ایجاد میکنم. خب یک این باند دیگه میخوایم که حالا طبق پورت هایی که به مشترکینمون میخوایم ارائه بدیم و پورت هایی که روی سرور خارجمون ست شده باید این کار رو انجام بدیم. خب برای اینکه بدونیم پورت هامون رو چی ست کنیم وارد تنظیمات پنل مدیریتی راکت میشم، وارد قسمت تنظیمات و حالا قسمت تنظیمات سرور. پورت هایی که داریم رو اینجا به ما نمایش میده. یک پورت داریم برای SSH، یک پورت داریم برای ویلس، یک پورت برای ویمس و یک پورت هم برای OpenVPN. به ترتیب اینا رو من وارد میکنم. 1038 برای پورت SSH هست. ریمارکش رو من SSH قرار میدم. پروتکل رو دکود مدور باید قرار بدید. پورت رو 1038 قرار میدم. تارگت آدرسمون رو چون که سرور ایران هست و میخوایم به سرور خارج وصل بشیم، آدرس IP یا عرضم به خدمتتون آدرس ساب دامنه خارجتون رو قرار میدید. یک بار دیگه من کپی میکنم این رو و دستینیشن پورت رو هم همون پورتی که برای SSH تون روی سرور خارج ست شده رو میزنید که همون 1038 هست. این کار باعث میشه که اگر کسی از مشترکین ما با پورت 1038 به سرور ایرانمون SSH زد، سرور ایران اون رو متصل کنه به سرور خارج روی پورت 1038. خب یکی دیگه میخوایم برای OpenVPNمون 14741 هست. یکی دیگه میخوایم برای ویمسمون که 49890 هست. یکی دیگه میخوایم برای ویمسمون که 40454 هست. با سابدامنه خارج. خب این باندها رو ما ایجاد کردیم. میریم توی X-Ray کانفیگ یا تنظیمات X-Ray. به قسمت ریورس میریم و یک ریورس ایجاد میکنیم از نوع پورتال. تگ و دامین رو حواستون باشه هر چیزی که اینجا هست باید تو سرور خارج هم همون رو بزنید. پس حالا چون که ما یک پورتال بیشتر نداریم اینها رو دستکاری نمی کنیم. ما اینجا میگیم این باندی که حالا برای پورتالمون بود رو توی قسمت اینترکانکشن بیا وصل کن به این باندهای 1038 40454 و 49 890 14 741. اینجا خود اون این باند رو انتخاب نمی کنیم. ادریورس رو میزنیم.
save restart config. توی X-ray config هر کاری کردید دوستان باید سیو کنید و ریستارت کانفیگ رو ریستارت X-ray رو بزنید، وگرنه کارهایی که انجام دادید ذخیره نخواهد شد. به قسمت این باند میام. حالا این باندی که متصل کردم به این باندهای دیگر رو کپی میکنم، به سرور خارج میرم. سرور خارجم رو کاری با این باند نداریم. توی X-ray config توی outbound add outbound رو میزنم، داخل قسمت جیسون کدی که کپی کردم رو انتخاب میکنم و با استفاده از این دکمه ایمپورتش میکنم توی outbound ها و اضافهش میکنم. یک بار سیو میزنم، ریستارت X-ray و توی قسمت ریورس این بار تایپ ریورسمون به صورت بریج هست و تگ و دامینی که توی سرور ایرانمون زدیم اینجا هم حواستون باشه دوستان، باید همون مقادیر باشه، این تگ و این دامین. خب به حالت عادی همین مقدار هست. اینترکانکشن رو من اون پورتالی که توی سرور ایران بود رو انتخاب میکنم، اوتباند رو هم به صورت دایرکت قرار میدم. اد ریورس رو میزنم، سیو و ریستارت X-ray. اینجا مشاهده باید بکنیم که تا چند ثانیه دیگه یکی از این کانفیگ ها که این یوزر هست و حالت آفلاین هست به سرور خارجمون متصل میشه و آنلاین خواهد شد. میبینید که اتصال ما روی سرور آنلاین هست و مشکلی براش وجود نداره. خب من سرورم رو توی پنل راکت اد میکنم. میگم که اگر بیشتر از 20 تا یوزر خواست به این سرور متصل بشه، جلوی اتصال یوزرها رو بگیر و به سرورهای دیگه هدایتش کن. دوستان شما میتونید چند تا سرور رو روی یک ساب دامنه قرار بدید. ساب دامنه حالا میاد چیکار میکنه؟ من الان که اضافه کردن سرور رو اگر بزنم به مشکل میخورم، چون این سرور دستوراتی که لازم داره برای اضافه شدن به پنل راکت رو ما داخلش نزدیم. پس حالا برای اینکه تنظیماتی که انجام دادیم از بین نره، من این دستورات رو داخل سرورم کپی میکنم تا بتونیم سرور رو به پنل راکت اضافه کنیم. خب مواردی که نیاز بود رو هم زدیم. بعد از اون یه چیزی رو باید بهتون بگم. ببینید من اینجا توی قسمت تنظیمات دامنه روی توکنی که از کلودفلر هم گرفتم و از اون آیدی که دارم به این پنل میگم که اگر من یک سروری رو اد کردم، حالا بر اساس دسته‌بندی ها یک نام صرفاً دسته‌بندی هست که شما هیچ چیز خاصی رو انتخاب نمی کنید. شما یک نام اینجا میزنید، پروتکلتون رو انتخاب میکنید و نام دسته‌بندی رو ایجاد میکنید. توی قسمت تنظیمات دامنه من میگم اگر که یک سروری رو روی پروتکل SSH با دسته‌بندی ABC به پنلم اضافه کردم، بیا این آدرس حساب دامنه رو توی کلودفلر برای من ایجاد کن، مقدارش رو هم همون آدرس IP سرور خارجم قرار بده. حالا اگر 2 تا سرور، 3 تا سرور، 5 تا سرور اد کردم و پروتکل رو SSH و دسته‌بندی رو ABC قرار دادم،
میاد همین قسمت رو، همین آدرس رو برای من اضافه میکنه. چیز خیلی پیچیده ای نیست و این موارد جزء مولتی سرور راکت هست که یک امکان بسیار عالی هست که میاد شما رو بر اساس اون مشترکین آنلاینی که دارید سرورهاتون رو بین کاربرهایی که میخوان متصل بشن به سرورهای خالی پخش میکنه. مواردی که حالا تعداد کاربرها زیاد باشه، تعداد آنلاینی ها زیاد باشه، تعداد سرورها هم زیاد باشه، میتونید مشاهده کنید که این مولتی سرور به صورت خیلی خوب و دقیق داره کارش رو انجام میده و به طور مثال اگر 100 تا کاربر آنلاین دارین و 5 تا سرور دارین، حالا با یکی دو تا آنلاینی کم و زیاد میاد 20 تا کاربر رو به هر سرور میده. حالا ممکنه یکی بشه 22 تا، یکی بشه 18 تا، یکی بشه 21، یکی بشه 19 تا، یکی هم بشه 20 تا، ولی همشون توی همین رنج هستن. نمیاد اینجوری قرار بده که یکی رو بکنه 20 تا، یکی رو بکنه 35 تا، یکی رو بکنه 5 تا، یکی هم بکنه مثلا 10 تا. اینجوری کار نمیکنه و همه رو توی یک رنج قرار میده. پس من میگم روی پروتکل SSH دسته‌بندی ABC هم میاد میگه روی تنظیمات دامنه من ABC رو چی قرار دادم، همون رو توی کلودفلر با این مقدار IP سرور برای من قرار میده و افزودن سرور رو میزنم. این قسمت رو دوستان، چون که یک سری از دوستان دیگه مشکل داشتم و براشون مبهم بود، خواستم یک بار دیگه توضیح بدم بهتون و حالا این مورد رو اگر که دستورات رو اینجا نمیزدیم، اینجا توی این مرحله دوستان به مشکل برمیخوردیم، همینجا میمون دیگه، جلوتر نمیرفت و بعد سرور رو از اول میساختیم، ریبیلد میکردیم به اصطلاح و حالا دوباره از ابتدا سرور رو پنل صنایع یا حالا علیرضا رو روش نصب می‌کردید، موارد رو دوباره اضافه می‌کردید و حالا اقداماتی که انجام دادیم رو از اول انجام میدادیم تا بتونید سرورتون رو روی پنل راکت اضافه کنید. خب منتظر میشیم تا کانفیگ SSH نصب و پیکربندی بشه. همونطور که قبلا بهتون گفتم برای فعال کردن سرور سینک کاربران رو بزنید. من اگر که این فعال کردن رو بزنم توی کلودفلر من مشاهده خواهید کرد که الان چیزی ما نداریم. مشاهده میکنید که یک دسته‌بندی به نام XYZ برای من قرار میده، یک ساب دامنه با این مقدار. خب روی XYZ برای من با موفقیت توی کلودفلر اومد یک ساب دامنه قرار داد به نام XYZ که مقدارش هم سرور خارجم هست، IP سرور خارجم هست. بریم مشترک رو من از قبل اضافه کردم، حالا تستش کنیم ببینیم کار میکنه یا نه. من نرم افزار نت مودم رو باز میکنم. مواردی که هست رو دوستان توی نرم افزار نت مودم من ذخیره کردم از قبل. خب حالا تفاوت این دوتا چی هست؟ من اینجا اسم این رو ایران میذارم، همونطور که مشاهده میکنید آدرس دامنه و حالا یا IP این کانفیگ iran.techterfand.sbs هست. iran.techterfand این مقدار رو داره، این مقدار هم مربوط به سرور ایران هم هست. یعنی اگر کاربری بیاد و با این کانفیگ متصل بشه از طریق سرور ایران هم به سرور خارج روی پورت 1038 متصل میشه. اگر این کانفیگ رو انتخاب کنه روی سرور خارج به صورت مستقیم متصل میشه. حالا هر دوتا رو تست میکنیم، امیدوارم که اینترنتی که من دارم روی هر دوتا جواب بده، ولی کانفیگ ایران تستمون رو شروع میکنیم ببینیم متصل میشیم یا خیر.
خب همونطور که میبینید اتصال ما با موفقیت بود. چیزی که باید بهتون بگم، ما الان توی مشترکین آنلاینمون یک IP کاربر داریم که حالا نام کاربری IP کاربر هم IP سرور خارجمون هست 91.107.149 و 192. این مقدار رو توی مدیریت آنلاینی هامون، مشترکین آنلاینمون میتونید مشاهده بکنید. اگر این مقدار بود یعنی کاربرتون به صورت تانل هست. وقتی که به صورت تانل متصل میشه کاربرتون، مقدار IP کاربر سرور خارجتون قرار میگیره. اگر که به صورت مستقیم وصل بشه، IP خودش رو به شما نمایش میده. بریم تستش کنیم ببینیم تانلمون کار میکنه و سایت هایی که فیلتر هست رو باز میکنه یا نه. به طور مثال من فیسبوک رو باز میکنم. خب میبینید که خیلی سریع باز کرد. یوتیوب رو باز میکنم. میبینید که سرعت قابل قبولی داره و بدون مشکل داره کارش رو انجام میده. سرعتش هم قابل قبول هست. شما از کجا فهمید؟ بالاخره ما هم ارتباطاتی داریم برای خودمون. قیمت بدم واسه چی بعد این کارو؟ یک ویدیو دیگه باز میکنم. سریال جنجالی آقای میبینید که کارش رو داره انجام میده. خب بریم سرور خارج رو هم یه تست بگیریم. با سرور خارج متصل بشیم. خب این مورد هم وصل شد. حالا دوستان ببینید اگر که سرور خارج ما به صورت مستقیم وصل بشیم، IP کاربر IP هست که خود کاربر داره و IP سرور خارجمون نیست. این یعنی این سرور در حالت اتصال دایرکت و مستقیم قرار داره. یک بار دیگه قانون باید به نحوی نوشته بشود که اگر کسی خواست سوء استفاده هم بکند یک ویدیو دیگه من باز میکنم. بررسی قسمت اول میبینید که سرور ببخشید میبینید که سرور خارج هم کارش رو داره به درستی انجام میده و بدون مشکل هر دو سرور به هم متصل هستند و برای کانفیگ های دیگه هم شما میتونید به همین روش استفاده کنید. آدرس ساب دامنه ایران رو اگر داخل کانفیگ کاربرانتون قرار بدید، به این صورت از تانل استفاده میکنن و اگر به این صورت آدرس ساب دامنه خارجتون رو قرار بدین، به صورت دایرکت استفاده میکنن. خب مواردی که لازم بود برای اتصال تانل ریورس روی پنل علیرضا وسنایی بهتون توضیح دادم. اگر سوالی مشکلی موردی بود خوشحال میشم توی کامنت ها بپرسید یا همچنان توی گروه پنل راکت در این قسمت میتونید به آدرس تلگرام راکت مراجعه کنید و سوالاتتون رو بپرسید. برای حمایت از ما لایک، سیو، شیر، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو فعال کنید تا در صورت گذاشتن یک ویدیو جدید زودتر از بقیه با خبر بشید و بهم بگید ویدیوی بعدی رو دوست دارید در چه موردی باشه تا براتون زودتر آماده کنم. به امید روزهای بهتر و اینترنتی آزاد. بدرود.